تلویزیون 24 ساعته پارس به ایرانیان سراسر جهان معرفی می‌کند. برای تعیین زمان شرکت در برنامه جهان زیبای ما با تلفن 714 606 1515 و یا فکس 714 974 9799 و یا www.zbast.com تماس بگیرید. مهرآمیزترین درودهای من نثار شما مهربانان، تماشاگران و فرزانگان گرامی. شاد، تندرست و پیروز باشید. آرزو می کنم هر جای جهان که هستید سربلند و آزاد باشید. زیبا شافلایتی هستم. در برنامه جهان زیبای ما امشب با یک جراح بسیار برجسته جامعه ایرانی خدمت شما آمده ایم با پوزش پدرام فاخری، جراح و متخصص لثه و کاشت دندان، فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دندان پزشکی دانشگاه نیوجرسی. آقای دکتر پدرام فاخری دارای فوق تخصص در جراحی لثه، جراحی‌های دندان و کاشت دندان، ایمپلنت با درجه افتخار از دانشگاه لومولیندا در جنوب کالیفرنیا. آقای دکتر پدرام فاخری عضو آکادمی پریودانتیست های آمریکا، عضو انجمن جراحان دندان پزشکی آمریکا. آقای دکتر پدرام فاخری دارای برد تخصصی جراحی لثه و کاشت دندان، یکی از پزشکان و جراحان لثه و کاشت دندان در جامعه ایرانی هستند که باعث افتخار ما هستند و ایشان هر ماه در این برنامه شرکت میکنن که از ایشان قدردانی میکنیم و درود میفرستیم به ایشان با پوزش فراوان. آقای دکتر حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ خیلی ممنون، متشکرم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، برنامه امشب رو شروع میکنیم. بله، تلفن آفیس آقای دکتر که همکنون روی تصویر تلویزیون هست رو خدمتون بگیم. بینندگان عزیز حالا به ما زنگ نزنید، بذارید بعد از برنامه. آقای دکتر پدرام فاخری جراح لثه و کاشت دندان، تلفنشون در 310 458 48 67 هست. دندان هایی که از آدم دندونش رو از دست میده و جای خالیش رو شما چه کار میکنید و چگونه این دندان رو جاشو پر میکنید و چه توصیه‌ای دارید برای هموطنان؟ و منم تلفنم رو خاموش کنم که خیال همه رو روشن راحت کنم. درود در شما، بفرمایید. بسیار سوال خوبیه. ما اول باید دیسکاس بکنیم که ریزنی که دلیلی که دندونا رو از دست دادیم چی هست. دلایل مختلفی میتونه باشه، از دندانایی که کویتی یا کویتی داخلشون به حدی بوده که قابل سیف شدن نبوده، اون دندانا ممکنه اکسترکت شده باشن. ممکنه در اثر تصادف یه چیزی این دندان رو از دست داده باشن و از همه بدتر بیماری های لثه هست که باعث میشه دندون رو به تدریج از دست بدین. متاسفانه چند بار عرض کردم بیماری لثه دردی نداره و خیلی وقتا یه دفعه یه چیزی احساس میکنید، بعد مسواک میزنید یا یه تریتمنت سطحی انجام میدین و این درد میره به کنار، ولی هنوز ریزن اون جراحی، اون بیماری لثتون مشکلش حل نشده و این باعث میشه که ایونچولی دندون از دست بدین. و سوال خیلی خوبیه. من همیشه به همه پیشنت ها توصیه میکنم اگر دندونی رو میخواین از دست بدین، اگه دندونی قراره که اکسترکت بشه، قبل از اینکه اونو اکسترکت کنید فکر بعدشو بکنید. آیا پلن شما چی هست؟ آیا میخواین چجوری این دندون رو ریپلیس بکنید، چجوری این دندون رو بگیرین؟ دندونایی که از بین رفتن و وجود ندارن باعث میشه که تمام دندونای دیگه شیفت بکنه، باعث تحلیل رفتن استخوان میشه، باعث میشه که بایت و اونجوری که شما دندوناتون رو به هم میبندین کاملا تغییر بکنه که ممکن خیلی از این تغییرات متاسفانه هیچ راه برگشتی نداره. بسیار پیشنت هایی هستن که
مشکل TMJ پیدا میکنن، مشکل فک و صورت پیدا میکنن به خاطر دندانهای میسینگ و این اینقدر به تدریج هست که خیلی وقتا ما متوجه نمیشیم. بعد سوال اصلتون رو جواب بدم که وقتی که شما هر دندونی رو از دست بدین 3 تا راه هست که میتونید اینا رو ریستور کنید یا دنداناتون رو پس بگیرین. اولین راه و قدیمی ترین راه دنچره. بستگی داره که چند تا دندون از دست داده باشین، آیا دنچر کامل هست یا پارشال دنچره، که اون اولین راهیه که توی دندون پزشکی به وجود اومده، قدیمی ترین راهه و not necessarily بهترین راه. دنچرها ایلوژنی که دندون داریم و به ما میدن در حقیقت سپورتی که میگیرن از دندونهای دیگه است، یعنی اون فشاری رو که اون دندون میسینگ ندارین روی دندونهایی که دارین میذاره و اون دندونهایی رو هم که دارین در تحت فشار قرار میدن. also فشار میذارن روی استخوان و لثه که به مرور زمان میتونه باعث بشه که استخوان و لثه همینطور جذب بشه و تحلیل بره. شما خیلی وقتا مطمئنم تو خانواده دیدین کسایی هستن که دست دندون مصنوعی دارن و وقتی که اینا رو در میارن میبینید لباشون فرو میره. این به خاطر اینه که استخوان در عرض چندین سالی که این دنچر رو پوشیدن تحلیل رفته و بعد از یه مدت شروع میکنن چسب زدن داخل این دنچرها که بتونن نگرش دارن و این فقط نشون میده که به مرور زمان استخوان زیر داره تحلیل میره. آپشن دومی که امشب میخوام راجبش بحث کنیم آپشن بریج هست که یه آپشن بهتری است از دنچر. بریج برای وقتی که شما دندونایی رو از دست دادین و دندونایی رو هنوز دارین که سالم هستن. اون دندونایی که میخواین استفاده کنید باید سالم باشن و اون دندونای اگزیستینگ شما را تراش میدن و به هم دیگه وصل میکنن با دندون مصنوعی که بینش هست. خب ادوانتج خوبی که داره اینه که مثل دنچر بیرون نمیاد، چیز ثابت هست و احساس بهتری داره به نسبت به دنچر، ولی باز همه چیز آپ اند داون خودشو داره. وقتی که شما بریج میکنید obviously 2 تا دندونی رو که بغل هستن تحت شعاع قرار میدین، 2 تا دندونی که ممکنه سالم باشن و تراش میدین ضعیف میکنید که یه دندون بین اونا به وجود بیارین. و همونطور من مطمئنم خیلی از بینندگان عزیز بریج دارن میدونن اینا به هم متصل هست و هیچ وقت فلاس کردن به آسونی فلاس کردن دندون معمولی نیست. و این آپشن دومتونه و آپشن سوم ایمپلنته که بارها و بارها تو برنامه راجع به صحبت کردم. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر فاخری، چرا ریشه دندان شکسته میشه در توی لثه؟ آیا خطر داره؟ شما چی کار میکنید؟ سوال خیلی خوبیه و اکچولی خیلی ربط داره به اون بریج که داشتم باتون صحبت میکردم. یه دیتور من بگیرم برگردم رو بریج بعد خواهش میکنم. من حقیقتش میخواستم در همون ابتدا ازتون بپرسم ولی حیفم اومد که ادامه صحبت شما رو قطع کنم، برای که صحبت‌های شما برای بینندگان مفیده و میدونم که حتما یاد میگیرن و به هر حال حیفم اومد. متشکرم. خواهش میکنم. خب یه من دیتور بگیرم back to the bridge. وقتی که شما یه بریج رو دارین، فیزیک اونایی که دوست دارن میدونن اون دندونایی که ریشه داره، وقتی که دندونای پایه این بریج وقتی که شما فشار روشون قرار میگیره این ریشه اونو سپورت میکنه و اون دندونایی که فیک هست این وسط باعث فلکشن اون متال بریج میشه که بعد از یه مدت میتونه باعث شکستن بریج یا شکستن دندون یا دوتاش بشه. شما خودتون میدونید یه متال رو وقتی که بند بکنید back and forth enough time بالاخره اون میشکنه و خیلی وقت با پوزش آقای دکتر بفرمایید که بند یعنی همون تا کردن. بله. وقتی که شما یه
آهنی رو یا یک متال، هر متالی رو، بله. هر فلزی رو شما تا میکنید عقب و جلو، بعد از یه مدت میشکنه. بله. بریج هم البته از طلا هست، از یه آلیاژ از طلا هست که زیر این بریج ها قرار میگیره، باعث میشه که فلز خسته بشه، متال فتیگ بهش میگن و میشکنه. خیلی وقتا ممکنه که دندون بشکنه و ریشه بشکنه، اسپشیالی وقتی که دندونایی دارین که عصب کشی شده، روت کانال شده، دندون اوردی ضعیف هست و پستی در داخلش قرار میگیره، این دندونا اینهرنتلی ضعیفتر میکنه. پس حتما آگاه باشین بینندگان عزیز، اگر که بریجی دارین و میدونین که پستی داره، اگر هیچ تغییری در لثتون به وجود اومد، مخصوصا بابل های کوچیکی که روی لثه میزنه، این اولین ساینیه که اون ریشه زیر استخون ترک خورده. وقتی که این اتفاق میفته چرک اونجا جمع میشه، شاید هم پوسیده شده باشه، میتونه اونم باشه و اون چرکی که اونجا جمع میشه ممکنه درد بگیره. خیلی وقتا درد نداره و چون عصبش رو از بین بردین. و ممکنه کم دیسکامفورت روی لثه باشه. خیلی میگن خب آنتیبیوتیک میخوریم این از بین میره، در صورتی که اینطوری نیست. مثالی رو که من بهتون میدم، مثل وقتی که شما یه تیکه چوب داخل دستتون باشه، بله، حالا هر چقدر که روی این چسب بزنید و پماد بزنید، تا وقتی که اون چیزی که باعث این میشه از بین نرفته، اون مشکل شما ادامه خواهد داشت. بله، بسیار سپاسگزارم. اجازه میخوام که به هموطنان عزیزی که از همکنون اگر به ما پیوستید خدمتون خوش آمد بگم. امشب با حضور آقای دکتر پدرام فاخری، جراح لثه و کاشت دندان خدمت شما هستیم. ایشان هر ماه در این برنامه شرکت میکنن و بسیار سپاسگزاریم ازشون. تلفن آفیسشون 310 458 48 67 و تلفن اورنج کانتیشون با اریا کد 949 باید 49 باشه، بله، 949 90